خب سلام به دوستان عزیزم، امیر دیدلس هستم. اومدیم با یه ویدیو دیگه از ویدیو لانگ 2 تا 2. خب دوستان، بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. البته قبلش لطفا لایک کنین، ساب کنین و کامنت بذارین که خیلی به هم انرژی میده این کاراتون. خیلی ازتون ممنونم. بریم سراغ ویدیو. خب پچ جدیدم بهتون تبریک میگم که اومد. اگه بخواین آموزشش رو میذارم و اینکه ویدیوها شاید دیر دانلود بشه، آپلود بشه، یعنی آپلود بشه، چون که وضع اینترنت ایران رو که میبینین دیگه. حاجی برام ویدیو قبلی ها زده کپی رایت. مگه چیکار کردم که کپی رایت خوردم؟ بعد دوستان لطفا حمایت کنین که بتونیم با انرژی بیشتری پیش بریم. انگار دلش نمیخواد فایند بشه. خب دوستان، بالاخره بعد از نیم ساعت فایند شد. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. مثل همیشه پودر باید کوین آف پین، ریزور اند فانتوم اساسین که خودم هم دزل تو لینمه. تاینی ریزور بالا، کوین مید، روبیک دارن. روبیک هیچ کاری نمیتونه بکنه به جز یک. چرا هر ویدیویی که من باید ضبط بکنم یه مش حریف قلدر جلومن؟ بذار همینجا توضیح مختصری بدم. ببین اینجا رو میبینی، اینجا رودخونه است. رودخونه از این ور جریان داره. خب اگر برخلاف این حرکت کنی، یعنی اینجوری بیای حرکت کنی، هیچ موومنت اسپیدی بهت نمیده. اما اگه در جریان این حرکت کنی بهت موو اسپید میده و هرچی بیشتر توی جریانش باشی موومنت اسپید بیشتری بهت میده. یعنی هرچی بیشتر در جریانش باشی بیشتر موو اسپید میگیری. و مثلا تورمنتور اومده اینجا جای روشن قبلی، اینم اینجا بود، یکم جابجا شده اومده اینجا و همینطور این روشن هم اومده جای قبلیش. الان 2 تا روشن داریم، یکی اینجاست یکی اینجاست. اینم از تغییرات خورده پچ. خب بک میدیم. ریزورمون کشته شد. فایت خوبی بود، من راضیم. بیا ببینم میخوای چیکار کنی. نه حالا که فکرش میکنم کارایی میتونی بکنی. داداش ول کن. داداش 2 بده به من، میفهمی؟ اینم از دزل ما. چقدر عالی بازی میکنه. خدایی ببینید یکم بخندی. داداشم تاینی، کاش نمی اومدم اینجا، اما اومدم. میتونستم کنسل کنم ولی دلیلی ندیدم برای کنسل کردن. حاجی چقدر دمیج داد. نکنه نصفه خاندا رو داری. حاجی اصلا دوستان دارم درگیر بشه، اصلا.
حاجی نه عالی نه عالی نه عالی نه عالی. باب حاجی چرا اینا همه وای وای میکنن؟ الان من 5 جای دیگه به دست بیارم میره توی تیر 2. بریم بزنیم تا حاجی چرا من نمیتونم یکی بگیم؟ یک دانه سایلنس داداش. بابا دهنت سرویس. بابا نکن با من اینجوری. بیایید بیایید. بابا دهنت سرویس. چی دزدید ازت؟ دوباره همون لولی که دزدیده بود. یه دونه فایت فقط فیلم بگیریم. چه عجب چه عجب چه عجب. فایت خوبی بود. حاجی وایسین من اسنایپر رو میخوام. ولی این وکر هست. این وکر یکم کارو سخت میکنه. بیایید تا وردو بزنید. بزن 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 من بزن. یا حسین این چی بود دیگه؟ من آنخ دارم راستی. اومدم فشار بخورم یه لحظه. داداشای گلم بنازم تیم. مگه چیه؟ چیکار کنم وقتی یارم با من نیست؟
بده ساتانیکو بده. دونفلاتون اگه اینی زیاد حرف نمیزنم چون که یه ذره بازی حساسه. بابا برید تو دیگه، چی کار میکنی؟ چرا اونا هیچ کدوم نمردن؟ بزنید 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 بزنید. ما داریم عقب بازی میکنیم، میدونی؟ داریم خیلی عقب بازی میکنیم. جایی هم که حرف نمیزنم و معمولا کاری نمیکنم و تو ادیت میزنم. حاجی این چی کار میکنه؟ بسیار میکنه به نازم یونیتا. حاجی یه دونه تراول نه خطریه. اومدن چه کاش نمیاد. هیچ جایی هم واسه تیپی ندارم.
جایی هم واسه تیپین ندارم. نظرتون چیه بتل فیوری رو بفروشم یا ایتم دیگه بزنم؟ نظر خودم مثبت. آهان داداشم ای اصلا عشق کردین اینجا رو. چه جوری زدم؟ بیای توش. این صدایی که اومدم صدای اون چیزی که فکر میکنی نبود، صدای صندلی بود. نگاه حتی الان دیگه نمیشه، الان یه جورایی شد. چرا انقدر جوگیره؟ ای خدا. من تازه هنوز بیشیبی ما دارم. بیای تو رو خدا بیای تو رو خدا بیای تو. بیای تو این زنده وای چقدر شما خولید. خیلی خرید ناموسن، خیلی خرید. بذار من یکی رو ببینم. اهمیت نده، بزن. اصلا بازی رو عشق کردید. خدایی قشنگ بازی کردم، خیلی قشنگ بازی کردم. اینم یه جی از طرف شما. خب دوستان، امیدوارم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که شب یا روز خوبی داشته باشید. بدرود.